با حرمت نام بزرگ مادران درود و پیام به همه شما همدیران عزیز، همه نفرانی که تازه با شبکه سفینه پیوست هستید و برنامه فضا را تماشا دارید. خانه‌تان مثل برنامه فضا روشن، نورانی و زیبا باشد. عزیزان، این شام در برنامه ما مهمان داریم یک گروه گلدختران زیبا، انسامبل دوتارنوازان شهر ترسونزاده. من همه شما را خوش آمدید میگویم با تلویزیون سفینه، با برنامه فضا. و واقعا دوستان عزیز، چون با فرارسیدن فصل بهار یگان چند روزه که دیگر باقی مانده است، بعد این خاطر من گمان میکنم که همین گلدختران زیبا پیغام بهاری آوردن، امروز به برنامه ما یک زیبای دیگر بخشیدن و واقعا ببینید که پیراهن‌های به بر کردهشان مثل همون فصل بهار، مثل عروسی سال بهار نازدانه است. بار دیگر خوش آمدید. و در پهلوی من معلمه عزیز، راهبر همین انسامبل انوره نکمت الله هستند که معلمه عزیز را خوش آمدید میگویم. السلام علیکم دوستان عزیز، شامتان بخیر باشه. تشکر معلمه عزیز. یک ترانه نخستین سرایدید با هم‌آوازی همین گلدختران زیبا در وصف مادران بود، خیلی عالی. این ترانه چگونه آماده شد؟ این ترانه را کی به شما هدیه کرد؟ این ترانه را راهبری انسامبل فولکلوری اتنوگرافی رقوف سیفیدی می باشد.
همین مادر سرودی مادر را تیار کنید برای روزی بانوان گفته چی کردن. بعد ما همین سرودشون معقول بود، آهنگشون خودشون بستگی همین سروده گرفته ما آماده کردیم. بله، نخستین بار است در تلویزیون گمانم در برنامه فضا سرای دید. همین گونه است؟ یکم بار. بسیار خوب و امیدوارم که مادرای عزیز ارجمندم شاد گردیدن از ترانه سرایده که با هم‌آوازی این گل دختران زیبا بود. خیلی عالی اجرا کردید، راستی مهارت خیلی خوب. برای آماده کردن یک ترانه، یک آهنگ از کی بسیارتر میپرسید؟ کی کمک میکند به شما همچون راهبر همین انسامبل؟ راستی که بسیارتر من همسرم بسیارتر مصلحت میکنه. اولادتون هم هنرمند است؟ هنرمند هستند و یا راهبر موسیقی فولکلور میباشن. نامشون کی است؟ قدم ذوالفقار. بسیار خوب، بسیار خوب. در یک عائله که همسرم هنرمند است، بانویان خاندانم هنرمند است، من گمان میکنم زندگی رنگ دیگر دارد، چون با هم دیگر ترانه سراییده صحبت کرده غم اندوه رو گمانم احساس نمیکنید. خب پسرم دایره نواز آموزگاری مکتب سند یک جای کار میکنه. ما خوب، همسرتون عائلتون در مورد رشد هنرتون چگونه کمک میکند به شما؟ من با بسیار آهنگ های وای میکنن که من همین سرود تیار کن، من همین آهنگ نواز تیار کن. گفته بعد من تیار کردم، پس یا اینکه سرود خودم باشد، آهنگ خودم باشد و کسکتی مصلحت میکنم که همین سرود ما همه خیل کردیم، دویم آوازش چه خیل، یکم آوازش چه خیل، گویم خیلی کم بدیاش باشد کم بدیاش گپ میزنن. خیلی کرده. بله، یعنی در یک جایگی آماده میکنید. بسیار خوب. اطراف فعالیت این گل دختران زیبا یکم قصه کنید که چگونه مهارت دارند، چگونه با ایشان کار کردن برایتون مناسب است، مساعد است؟ شاگردان اصلا خوانندگان مکتب میباشند. همه کلانترینش صنف 11 میخوانند. بخیر صنف 6 7 5 ساله هم شاگرد دارم، شاگردای میده و یا اکنون تا اینا دانشگاه ها به داخل میشوند، تا از پی کاری خودشان میشوند، اینا قطعا مشق میکنیم تا که همین شاگردای خوردککمون کلان شدن، اینا قطعا یعنی که خیلی کار گمان میکنم خوب است، چون این گل دختران زیبا در برابر مکتب میانه خواندن هنر دوتار نوازی و سرودخوانی را از بر میکنن و بعد از ختمی که مکتب را میکنن بین آن دانشگاه داخل شدن، شما الکی باز دیگر نورسان را آماده میکنید؟ جای اینها را خالی نمیمونید؟ نه خالی نمیمونید. برای همینم انسامبل ما فقط جوان است، پیرشوی ندارد. سلامت باشید. خب از کدام سال تأسیس یافته است این انسامبل؟ 92 سال. از سال 1992 تا اینجا؟ من پیش کالج نبود، اچیلیشی احمد بابا قلوف تموم کرده آمدم 92 سال مکتب موسیقی در کار فعالیت کردم. همونجا با من ذوقی بلند داشتم که یک تا انسامبلی که دوتار نوازان تشکیل شود. گفته با همین همسرم که یک جایی همین نو تشکیل کردگیمون، بعد آهسته آهسته همه خیلی باش شد. بسیار خوب. و اکنون همسال استقلالیت است انسامبل شما، خیلی جوانی، مثلا گویم یک انسامبل جوان است و راهبرشون هم جوان مانده است، چون همیشه با ترانه و با سرود و با آهنگ و با دوتار و با سازهای موسیقی سر و کار دارید، دیگر انسان جوان میموند. با کنیست در این باره. خب تشکر. و ترانه دوم که میسراید، این ترانه چی نام دارد؟ نازی نوروز. نوروزی ما ناز دارد. بله. البته نوروز ناز دارد. بله بله. عزیزان، چون در آغاز من ارائه کردم که انسامبلی که اینجا حضور دارن همین گل دختران کن زیبا از پوشیدن لباسشان، از همون تاقی های بالای سرشان خود پیغام بهاری دارن و بازم در برنامه ترانه های بهاری آوردن. نخست ترانه در وصف مادران بزرگ و همکنون ترانه دومشون در وصف نوروز است. همین گونه. خب تشکر. امیدوارم که آماده بسرایید. Yalla
یک عالم سپاس برای اجرایش ترانه. باور کنید این مهارتی که شاگردان شما دارند خیلی انسان را به ذوق میارد، چون الکی در صحنه خیلی آزاد هستند، الکی میدونند که معلمهشون آنها را چگونه آموزانده است در صحنه احترام را، در صحنه سرودخوانی را، نوازش را. آفرین به هنر شما. در مورد موضوعهای انتخاب کرده سرودهایتان حرف بزنید که رسما انتخاب میکنید وابسته به چورابینی ها و یا که چگونه؟ هم وابسته چورابینی ها به نگاه کرده، نکی ما پیشتر تیار میکنیم، بسیارتر درباره مادر، درباره مادر شاگردان ده. من برای همینا وای میکنم که همین مادرشون گوش کنن و هوس کنن. گفته با سرودهای بهاری میخوانیم، با فولکلوری هم میخوانیم. ترانه که حاضر سرایدن بزم نوروزی، خب این ترانه رو چگونه آماده کردید؟ خودتون آهنگ میبندید گاه گاه یا اینکه؟ سرودهای کودکانه، آهنگهای کودکانه وای میکنم. این ترانه چگونه آماده شده بود؟ این ترانه نوروز به یک سرودی نو کردن در کود. سرودمان همش نو. خیلی خطا نکنم یا 10 تا سرودی نوروزی داریم ما. خیلی هر سال به سال میخوام که هر سال یک سرودی نوروزی نو به نو باشه. همین سال گفتم عبدالله عارف یک تا شاعر هستن، همون کسی کتابشون هست. اول کتاب نازی نوروز گفتم، بسیار معقول شد نامش. گفتم که همین یک تا آهنگ وای کردن در کار. لیکن تا من آهنگ وای کردم که تیار شد، که خودم تیار شدم که یک 5 ماه میگذشت برای آماده کردن یک ترانه. خیلی زحمت زیاد، خیلی زحمت زیاد. و این هم باز در برنامه فضای تلویزیونی سفینه، این هم پیغام نوروزی ایدانه و نخستین بار در تلویزیونی سفینه. بسیار خوب، تشکر به شما. با گل دخترانی که در گروه شما هستند سازهای موسیقی رو چگونه یاد میدهید، چگونه از خود میکنن؟ اینها 5 ساله نه 7 ساله از صنف 2 صنف 3 هم خیلی شاگرد قبول میکنیم. مادرها خودشون میبیارن، هوس کرده هم تلویزیون رو میبینن یا اینکه برنامه ها ده میبینن، چورابینی ها به بعد میبیارن میگن که میخوام دختری منم دوتار نوازد، سرود خواند، که بعد خیلی قبول. خودتون یاد میدهید دوتار خودم نوازش؟ یاد میدیم. خب چگونه بود؟ از روی نوته، از روی نوته ما پرده های دوتاره یاد میگیریم، ضرب های دوتاره 8 تا ضرب دارد، هم ضرب هاش یاد میگیریم. بعد آهسته آهسته بعد آوازش بمیگذاریم، آوازخوانی. بعد یک جایی هم سرود نواخته، هم دوتار نواخته، هم سرود خواندن یک جایی بعد کار میکنیم. یک کم مشکل نیست معلم عزیز هم نوازشی سازهای موسیقی را یاد دادن به دختران، هم سرودخوانی را یاد دادن؟ مشکل است. ولی دوست می‌دارید گمانم کسبتون؟ من دوست می‌دارم، همین مشکلش به نگاه نمی‌کنم، لیکن مشکل است. بله بله. خب پس مهارت از خودکنیشون چگونه است؟ خیلی هست، سستر می‌آموزم، هست با همین تیار شویش که آمد سرشوی اسباب یاد گرفتنشون مستحکم یاد گیرن، مستحکم گوش کنن، با آینده با بقوتر نوازنده می شود، بقوتر سرودخوان می شود. بله. خب دستگیری ها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده چگونه است؟ و یا با ما فخر میکنن، همه وقت کمک میکنن؟ کمک میکنن. در چورابینی ها چگونه اشتراک میکنید؟ هر چورابینی با ما هستیم، به ما به فکرم چورابینی نمیگذارد. بسیار خوب. اشتراک گل دخترانی که در انسامبل هستند در آزمون ها هست؟ ها، آزمون های تاجیکستان وطنی عزیز من ده بسیارتر ما انسامبل کتی هم اشتراک کردیم. خیلی شاگردمان 2م جا 3م جا گرفتگی جاشون بود، 1م جای هم گرفتگی. من بهارستان ده یا شاگردم جای اول گرفت، آواز طلایی. بعد کنسرواتوریا، دانشجوی کنسرواتوریا
консерватория ба ё роҳат додан, хел дохил шуда хонд. ҳозир дар Америка мебошад, дар онҷа як шогирдам дар Хитой, та шогирдам дар Россия, якташ аз балалайка дарс метиҳад дар ҳамонҷа. Инҷа ба дутора тамом карда рафт, баъд ҳамон Россия ба балалайка омӯхт. ҳозир балалайка дарс метиҳад. дута шогирдам консерватория ба дарс метиҳад, якташ домрадио дар институт санъат дарс шогирда хонда истодам. бисёр хуб. ва чун мебинед ки коратон самар дорад, ман гумон мекунам ки боз худро хубу хуш эҳсос мекунед. ҳамин гуна аст? ҳамин хел. ман худама ҷавон ҳис мекунам. албатта. барои ин ки ҳамтенгом кати ман кам гап мезанам. фақат шогирдо кати ман маслиҳатам, гапам, шӯхиям қати шогирдо. бале. бисёр хуб аст. чун умр агар дар роҳи эҷоду дар роҳи заҳмату дар роҳи тарбияи фарзандони инсоният сарф шавад, баракати дигар дорад ва инсон зебову ҷавон мемонад. хуб, саҳнаро чӣ гуна мепазиред? саҳнаро ман эҳтиром мекунам. ҳар як чорабинӣ ба мехоҳам ки бисёртар шогирдон баромад кунам. ман шогирдоя бинаму фахр кунам. орзу дорам. бисёр хуб. аз оне ки масалан дар мавриди маҳорати дар саҳна роҳ гаштан, суруд хондан, наҳаросиданро ба шогирдон меомӯзед? албатта. бояд ноомӯхта саҳна баровардан мумкин нест. бале. хуб, чанд сол аст ки шумо рӯи саҳна ҳастед? 30 сол шуд. 30 сол шуд ки шумо рӯи саҳна ҳастед. ин хел фикр кунӣ, аз синфи панҷумаким. синфи 5 будам, ман бӯстонҳо ба иштирок мекардам, оркестр менавохтем, дутор менавохтам, устод ёд медодам. саломат бошед ва хеле сол аст ки албатта болои саҳна ҳастед. 30 солам андак нест, кам нест ва шараф ба шумо. раҳмат. эҳтиром барои оне ки шумо саҳнаро эҳтиром мекунеду, санъатро дӯст медореду, фарзандони санъатдӯстин миллатро тарбият мекунед. офарин ба шумо. хуб, ташаккур. ва таронаи сеюматон чӣ ном дорад? таронаи сеюмамон рости гап мо боғи ирам, боғи фирдавсӣ мо бисёр мебиёем. ҳамин ҳисоб гуфтам ки дар бораи боғбон якта суруд тайёр кунем гуфта. ин суруди халқӣ мебошад. дар бораи боғбон якта суруд ташкил кардему, баъд хай хондем. худомо бая маъқул. ҳар куҷо ки меравед гумон мекунам хоҳ боғ аст, намедонам, хоҳ як манзараи зебо аст, ҳатман чун эҷодкор ҳастед мехоҳед ки дар ҳамон бора як чӣ эҷод кунед. ташаккур дӯстони азиз, таронаи севумро мешунавем ва боз бармегардем ба студия. از بلندم
یک عالم سپاس برای اجرایش ترانه باغبان، خیلی عالی بود. بازم مثل سرودهای پیشتر دخترها پر انرژی و توجه به سرود، توجه به صحنه، خیلی عالی. آفرین به همتون. این همه آبادی استقلالیت به هنر شما چی تاثیر میرساند؟ دوری آبادی به زمان آبادی به تنجی آمانی به باز هم بقوت‌تر ایجاد میکنه. تشکر. نقشهاتون چگونه است در آمد بهار نیکپی؟ روزی بانوان به ما یک تا سرود تیار کردگیم، ما بهاریه من خواندگیم، حاضر ما اینجا به خوانده شده. روزی بانوان به خیلی بهار به بسیار ما سرودا تیار کردیم که همین بهار چه خیل آدم بهار میکنه. ایام شکفتنها و رستنها و بسیار خوب. من راستی با باوری کامل میگم که بسیار راحت کردم از اجرایش ترانه هایی که گلدختران زیبای انسامبل دوتار نوازان شهر ترسونزاده اجرا کردن. تشکر به شما معلم عزیز برای زحمت هایی که خوب برای آماده کردن شاگردان میکشین و به این گلدختران زیبا در راه ایجاد من برای رو برکت تمنا میکنم و آرزو میکنم که این آخرین نشست ما و صحبت ما و سرودخوانی ما سر این سفره نباشد. با امید آنه که باز به طور زودی همین گونه ترانه های زیبا آماده میکنید، میایید ما و بیننده ما رو شاد میگردونید. تشکر به شما. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، اینجا ما به انجام برنامه این شامینه فضا رسیدیم. گرچند نمیخوایم از شما دور باشیم ولی دیگر چی علاج که وقت داور است در میدان. برار و زندگی خوب، روزگار آسوده تمنا میکنیم. زندگیتان ترانه باران باشد عزیزان. ترانه انجامی رو گروه آوازدار انسامبل دوتار نوازان شهر ترسونزاده می سراید. تا دیدار نوبتی.